به خاطری که قلبشان را کی به سمت خود میکشانه؟ باور کو یک کس را من سراغ دارم به من میگه که جناب مولانا نه در زمستان نه در تابستان شب خواب ندارم. گفتم چرا؟ گفت به خاطری که میگم وقت تهجد ندارم. چندین مرتبه من یک شب از خواب بلند میشم، میگه بلند میشم ساعت 10 ترسیده بلند میشم که وقت تهجد رفته باشه، میبین ساعت 10 باز میخوابم، باز ترسیده بلند میشم ساعت 12 باز ترسیده بلند میشم ساعت 1. میگه یک شب چند مرتبه خواب ندارم. گفتم چرا قدر خدا به تکلیف میپردی؟ گفت به تکلیف نمیشوم، دلم آرام نمیگیره. تو یک بار به زبان بگو با آواز بلند که ما بشنویم این سخن را بگو ای کاش به این جایی که من قرار دارم محمد قرار می داشت. همین را بگو. خبیب گفت به خدایی که محمد را به رسالت فرستاده، اگر من نمیخواهم یک خار در پای رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم بخلد، چه جایی که من این آرزو را بکنم که پیامبر اینجا باشد، اگر 100 جان داشته باشم 100 جان فدای الله. اینه میگن استقامت، اینه میگن بندگی در سخت‌ترین روزها، در سخت‌ترین لحظه. الله جل مجدود بنده رو به بندگی قبول کرد، با اون ارتباط برقرار کرد. الله آزمایش میکنه، شاید نعمت میدهد، قدرت میدهد، شوکت میدهد. خیلی ها تا دیروز چیزی نداشتن، الان بهترین سمت‌های حکومت در دستشان است. امتحان میکند خدا. تا دیروز موتورسایکل کونه الان موتر آخرین سیستم داره. تا دیروز خانه های گیری الان قصر دارن. لنفتنهم فیه. الله میگه این آزمایش. و من یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا صعدا. اگر استقامت کردی ما انقدقا، اگر استقامت را ترک کردی عذابا صعدا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سروران عزیز،
بزرگواران، جوانان و نوجوانان ارجمند، خواهر و مادری که وسیلتن همیش آواز مرا میشنوند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستیم که در این لحظات پرفیض و پربرکت که ما در سفره رحمت حضرت حق سبحانه و تعالی و در خانه رحمت او نشسته هستیم، خدایا هر آن چیزی که غیر از یاد خودت و ذکر خودت هست از دلهای ما بیرون بگردان. الهی اونهایی که در قبرها خوابیده هستند و آرزو میکنن ای کاش بتوانن یک بار سبحان الله بگویند، یک بار سجده بکنن که نمیتوانن، اگر مؤمنین هستن خدایا قبرهایشان رو پر نور بگردان. سروران عزیز، هفته‌ای که بعد از عید آمده همین هفته است و ما یک موضوعی را در نظر گرفتیم که خیلی مهم هست و آیه‌ای که خدمت شما تلاوت شد بزرگترین آیه در قرآن هست که درس عجیب میدهد و یک ماه مبارک رمضان هم قیامش و درسش اشاره به همین آیه بود که او استقامت در بندگی، استقامت در ایمان، استقامت در تقوا و استقامت در دین الله است که الله نصیب فرد و تک تک ما شما بگرداند. و من بنازم به قدم های شما جوانان، آفرین، خدا به هر قدمتان اجر و پاداش بزرگ نصیبتان بگرداند. روز قیامت در بهشت بهترین فرصت برای سیاحت شما هست، در خانه، در سرای، در باغهایی که هیچ وقت خزان ندارد و در چنان آرامشی که هیچ وقت غم به سراغ شما نمی آید. خیلی ها بودن که بنده رمضان شده بودن و بنده رمضان بودن و حالا میبینیم که دیگر نیستن. اینها هم در دنیا ناکامن، هم در آخرت ناکامن. و اونهایی که بنده رحمان هستند، زنجیر محبت الله کی اونها را رها میکند که آواز را بشنوند، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. کی توانایی رفتن و دور شدن از این آواز را دارند که او شما هستید. یک بار خوب بگوین با آواز بلند الحمدلله. چی کار کنیم که استقامت در دین پیدا کنیم؟ من بنازم او مادر را که این رمضان آخرین رمضان بوده برش که دیگر با رب خود چنان تعهد بسته کرده، چنان میثاق بسته کرده که دوباره بر نمیگردن به سمت گناه. و من بنازم به او جوان و به او پدر بزرگواری که تعهدش با الله در این رمضان این گونه بوده که خدایا در غیر از رمضان هم تو را بندگی میکنه. حالا گوش کنین، این ترجمه آیه بکنم بعد انشاءالله میروید. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين قالوا ربنا الله، یقینا بدون شک آنانی که گفتند
رب ما کی هست؟ کی هست؟ آنانی که گفتند رب ما الله است. وقتی این گواهی را دادی، این صد است. وقتی میگی ربنا الله مانعی هست، وقتی میگی ربنا الله اشاره های قرمز ترافیکی الله هست. وقتی بنده میگه ربنا الله، اون دیگه توانایی گناه را ندارد. وقتی میگه ربنا الله، او دیگه به سمت نافرمانی الله حرکت نمی کند. وقتی میگه ربنا الله، او دیگر از زندگیش بوی محمد می آید. قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقتی میگه رب ما الله هست، استقامت دارد تا پای جان. وقتی میگه ربنا الله، دیگر ترس در دل او را پیدا نمی کند. هر که حق باشد چو جان اندر تنش، خم نگردد پیش باطل گردنش. ترس را در سینه او راه نیست، خاطرش مرعوب غیر الله نیست. تا خدا داری ز غم آزاد شو، از خیال بیش و کم آزاد شو. قوت ایمان حیات افزایدد، ورد لا خوف علیهم بایدد. چون کلیمی سوی فرعون رود، قلب او از لا تخف محکم شود. تا عصای لا اله داری به دست، هر طلسم خوف را خواهی شکست. ربنا الله، یک بار خوب بگو ربنا الله ثم استقاموا. باز استقامت دارد. اون بنده رمضان نیست، اون بنده در مصیبت ها نیست، اون بنده داخل مسجد نیست، اون در هر گوشه و کنار، در هر لمحه و ساعت و دقیقه زندگی خودش خوف الله در دلش هست. باز وقت استقامت پیدا کردی، چی برایت اهدا می شود؟ وقت استقامت پیدا کردی، ربنا الله گفتی، چی خدا برایت می دهد؟ الله اکبر. تتنزل عليهم الملائكه. در وقت مرگ، در آخرین لحظات زندگی، فرشتگان را الله میفرستد به سمت همین بنده، به سمت همین بنده ای که استقامت دارد. بعد از ربنا الله گفتنش چی میگه برش؟ الا تخافوا، ترس نداشته باشید، ترس نداشته باشید. ولا تحزنوا، غمگین هم نباشید. و ابشروا بالجنة التي کنتم توعدون. مژدگانی باد شما را، بشارت باد شما را به جنتی که به شما وعده داده شده است. چقدر خوشبخت است، کامیاب واقعی و کسی است که در آخرین لحظات زندگی خودش با لبان پر از تبسم بگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. جان به جان آفرین تسلیم کند. این دیگر کامیابی بزرگ است، این موفقیت بزرگ است. این از هوشیار، این از زرنگ، این از کارکن، این از فیلسوف، این از ماستر و دکتر. اونه که در آخرین رمق زندگی با لبان پر از تبسم، به خاطر که به ملاقات کی می رود؟ و ملاقات الله می رود. باز میگه نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا. این فرشتگانی که به سمتشان میآید باز چی میگه؟ میگه ما دوستان شما هستیم، ما یاران شما هستیم. فی الحیات الدنیا، هم در زندگی دنیا هم در آخرت. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، هر آنچه که شما میخواهید روز قیامت و در بهشت
هر چی که نفس های شما اشتها داره، این نفس قدر اشتها داره، چه خواسته هایی داره، فقط این نفس را یک جا سیر میتواند، اون بهشت است. هر آنچه اشتها بکنه، هر آنچه که نفس تو بخواهد، ولکم فیها ما تدعون، هر آن شیئی که تو طلب بکنی از خدا. سبحان الله. این برای همون استقامت است که در دنیا کردی. خوب رفیقایت برای تماس گرفته بود که بیا برویم به سیاحت، بیا باز بندگی میکنی، بیا باز رمضان که عبادت کردیم پاک شدیم دیگه، علما میگن رمضان پاک میکنن، برویم به سیاحت. خیلی هم دور میرویم که از دید مردم هم دور باشه، مقدار سرگرمی داشته باشیم. او روز موتر را امر به معروف در جایی گرفته بود، چند تا جوان در داخل همین بوتل‌های مانستر در داخل شراب پر کرده بودن، با سرش پرس کرده بودن. جوانان مانستر، خود پوش مانستر داخل شراب پر کرده بودن، او را پرس کرده بودن، به خاطر سیاحت رفته بودن، گفتن این مقدار حال بکنیم. ولی الله رب العزت و الجلال نگذاشت ایشان، هم عزت دنیایشان از پیششان گرفته شد. و دعا میکنم الله آخرتشان خوب بگردانه و توبه برشان نصیب بگردانه. خیلی ها امروز به این معصیت و گناه در این دشت و صحرا هستن. من همیشه میگویم اگر مرد با غیرت در سرزمین ما زیاد شد، زنان با حیا هم زیاد میشن. امروز اونی که زن خود را آرایش زده، دختر خود را آرایش کرده به این صحرا می رود، پس مرد بی غیرت شده که زن بی حیا شده. مرد بی غیرت شده که زن بی حیا شده. و مرد شاید در رمضان گریه هم کرده باشد، شاید در 27م شب 27م این طرف و آن طرف چرخیده باشد که کجا یک مسجد هست که شب همه بیدار باشد، من هم برم اینجا عبادت بکنم. ولی امروز زنش قولش برهنه، سر و صورتش آرایش زدگی به صحرا رفته که سیاحت داشته باشیم. عزیز من، این استقامت مهم است. درسی که از رمضان باید گرفت، درسی که رمضان برای امت مسلمان در دنیا پیشکش کرد و استقامت بود. تشنگی صبر کردن استقامت، در گرسنگی صبر کردن استقامت است، در ختم قرآن صبر کردن استقامت است، تهجد خواندن استقامت است، تراویح خواندن استقامت است. اینها همه درس استقامت بودن. و اگر شما صفحات تاریخ را ورق بزنین، قرآن را مطالعه بکنین، وقتی میرسی به ابراهیم خلیل فقط بوی استقامت از ابراهیم میآید. ابراهیم زندگیش استقامت بود، زندگیش درس استقامت بود. وقتی به نوح نبی میرسی از استقامت حرف میزنن، وقتی به موسی کلیم میرسی از استقامت حرف میزنن. اونها رمز موفقیت را پیدا کردن به استقامت در دین الله. اگر ابراهیم داخل آتش می اندازند، او ربی الله میگه. اگر میگه پسرت ذبح بکن، او ربی الله میگه سمعنا و اطعنا، خدایا شنیدیم و اطاعت میکنیم. خب بندگی همین است دیگه، که تو استقامت بکنی، دعا بکن که خدایا استقامت نصیبم بگردان. در گوشه گوشه زندگی محمد امین صلی الله علیه و سلم وقت مطالعه میکنی استقامت. در طائف خون از پاهای رسول خدا سرازیر می شود، ولی رسول صلی الله علیه و سلم یک وجه عقب نشینی ندارد. سر شکنبه های شتر را انداختن، دخترانش را طلاق کردن، دخترش از سر شتر پایین انداختن، سقط جنین کرد، اصحابش را پرپر کردن، از مکه بیرونش کردن، مالهایشان را مصادره کردن. حمزهش را، جیگرش را پاره کردن. برایش گفتن فقط این ربنا الله را بگذار،
اگر پادشاهی میخوای برایت میدیم، مال میخوای برایت میدیم، زنهای زیبا میخوای برایت میدیم. رسول خدا شعارش این است: اگر آفتاب را به دست راستم، مهتاب را به دست چپم بگذارین، محال است که دعوت به سوی الله را ترک کنم. استقامت است. همین بوی استقامت از یار اولش ابوبکر می آید. همین استقامت بویش از عمر می آید. همین استقامت بویش از عثمان می آید. سر قرآن شهیدش کردن، ولی استقامت و پایداری دین را ترک نکرد. همین بوی از علی جان می آید. در سخت‌ترین روزهای زندگی شهیدش کردن در مسیر مسجد، ولی پایداری دین را ترک نکرد. وقتی به زندگی حسین میری رضی الله تعالی عنه، همین بوی استقامت. عزیز دل، بیاییم که به سمت استقامت گام برداریم. به یک سجده خلاصه نمی شود، به 8 رکعت تهجد خلاصه نمی شود، به یک روز جمعه خلاصه نمی شود. در وقتی که داخل دکان هستی، اونجا ربنا الله گفتی، یادت نرود ربنا الله گفتی. خاص الله این است که تو اهل خیانت نباشی. همین استقامت داخل دکان، همین استقامت در تجارت، همین استقامت در معاملاتت، همین استقامت در زندگی زناشوهری، همین استقامت در تربیه فرزند، همین استقامت در وقت فقر و بیچارگی، همین استقامت در وقت طوفان بلا و مصیبت، همون که ربنا الله گفتی یادت نرود. چرا؟ به خاطر که جایزه خیلی کلان است، جایزه خیلی بزرگ است، بشارت خیلی بزرگ است. الا تخافوا در کدام روز؟ روزی که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. روزی که فرار میکند برادر از برادر، دختر از مادر، بچه از پدر. چه روز سخت است. خود چه روز است در اون روز؟ تو میبینی ای پیامبر تراهم سکارا و ما هم بسکارا ولکن عذاب الله شدید. روز قیامت همه مستن. الله میگه اونها شراب ننوشیدن، عذاب الله اینها را حیران کرده. در همین روز اونهایی که استقامت دارن الا تخافوا، خوف به سمتشان نمی رود، اصلا خیالشان هم نیست، راحت هستن. به خاطر که 100 نمره گرفتن، عرق در جیبینشان نیست، چون 100 نمره گرفتن، کامیابن. حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه وقتی به سمت یمن حرکت می کند، رسول خدا اون را والی و حاکم یمن قرار می دهد. وقتی به سمت یمن حرکت می کند، در رکاب معاذ ابن جبل رسول خدا حرکت می کند. معاذ سر اسب، پیامبر دوشش. سبحان الله، چه رهبر داشتی، چقدر متواضع و شکسته بود. در کناریم حضرت معاذ ابن جبل بدرقه می کند. معاذ ابن جبل گریه می کند. گریهش از فراق رسول خدا هست صلی الله علیه و سلم. از این می ترسد که روز پیامبر به معاذ می گوید ای معاذ، شاید تو برگردی دیگر محمد نباشد صلی الله علیه و سلم. در همین سفر معاذ ابن جبل شاگرد محمد امین است. بگو یک بار صلی الله علیه و سلم. با پیامبر پیشنهاد دارد، میخواهد رمز موفقیت را از پیامبر بیاموزد، میخواهد شاکلیت را از پیامبر بگیرد، میخواهد ماستر کلید داشته باشد، میخواهد که اصلا در زندگیش مانعی به پیشرفتش نباشد. رمز این را از پیامبر میخواد. یا رسول الله اوصنی،
و من یک چیزی وصیت بکنید، رمز بدهید. پیامبر فرمود ان تعبد الله، اول اینکه بندگی کی را بکن؟ الله. شریک به اون مقرر نکن. بعدش گفت یا نبی الله زدنی، اضافه بکنید. رسول خدا فرمود ای معاذ استقامت داشته باش. سبحان الله، استقامت به طاعت و بندگی الله در سخت‌ترین لحظات زندگی یادت نرود. باور بکنین من نمونه استقامت را در قرن 21 به مردم غزه دیدم. ویدیویی را کسی به من در واتساپ من روان کرده بود. باور بکنین من زن صحابه را در غزه میبینم که هنوز زنده هستند. 2 تا فرزندش شهید شده و شوهرش هم شهید شده، داخل کفن پیچانیده است. جلب مادرش آوردن، جلب زنش آوردن شوهرش را. این زن با همون قوت قلبی که دارد، با همون استقامتی که دارد، با همون ربنا الله گفتنش هنوز پایدار است. بدون از این که اشک در چشمانش جاری باشد به طرف این فرزندانش نگاه میکنند، میگه فرزندانم عرب مرده اند اما تو شهید شدی. عرب مرده اند، اونهایی که در دنیا حالات ما را میبینن مسلمانن حرکت نمیکنن همه مردن، ولی فرزندان من شما شهید شدین. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. به شوهرش به کنیه نام از رو میگیره. عرب عادت داره به کنیه ابو فلانی میگن، به کنیه نام شوهرش میگیره. بعد به شوهرش میگه من غمگین نیستم، به چیزی که آرزو داشتی رسیدی. به چیزی که آرزو داشتی رسیدی. من غمگین نیستم و من هم آرزو دارم به همون مسیری که تو قدم گذاشتی، به همون سمتی که تو رفتی، خدا به من هم این شهادت را نصیب بگردانه. الله اکبر. این است نمونه استقامت. باور بکنی وقتی من اون مادر را دیدم خیلی آرزو در دلم پیدا شد، خیلی امید پیدا شد در دلم که هنوز هم در میان زنان مثل زنان اصحاب نبی زنده هستند. عزیز دل من، جوان عزیز، بیا کمر خود را ببند. رمضان رفت اما خدا هست. تراویح رفت اما خدا در آسمان اول می آید شبها. لا تأخذه سنة ولا نوم. او را پینکی نمیگیره و خوابم نمیبرشه. شب قدر میخوایی میتوانی، همین شبها شب قدر است. اگر قدر بدانی همون رحمتی که در رمضان بارید و اگر تو به معنای واقعی بندگی بکنی اون رحمت سر تو قطع نیست. هیچ وقت هم سر تو قطع نمی شود، چون خدای تو اسمش کریم است. حضرت معاذ بن جبل را پیامبر فرمود ای معاذ استقم. رمز و کلید موفقیت در زندگی تو استقامت است. این استقامت را فراموش نکن. عبدالله ابن سفیان ثقفی می آید به محضر حضرت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، میگوید یا رسول الله سؤال دارم، چیزی را به من بگویین که بعد از شما نیاز به سوال کردن به هیچ کس پیدا نکنم. چیزی را به من بگویید که بعد از شما به هیچ که نیاز پیدا نکنم. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود قل ربی الله. بگو که رب ما کی است؟ الله. بلندتر کی است؟ الله. ثم استقم. وقتی این را میگویی که ربی الله، این خو اقتضا داره، این خو خواهش دارد، این خو طلب دارد. وقتی ربی الله میگی طلب دارد از تو، اقتضا دارد از تو. ثم استقم.
باز استقامت داشته باش. وقتی بندگی الله را قبول کردی، سنگ تابعیت نبی را به سینه زدی، استقامت مهم است. سنتش در زندگی جاری باید بشود. در زندگی تو رنگ و بوی محمد صلی الله علیه و سلم باید باشد. استقامت را از ساحران فرعون باید آموخت. سبحان الله، قرآن چه فرمولی دارد، چه درس های حیاتی میدهد. قرآن از دیگر کلام رب ما. وقت سحره فرعون، ساحران فرعون آورد ساحران خود در برابر حضرت موسی قرار داد که موسی را شکست بدهد. چون موسی ید بیضا داشت، در عصایش معجزه بود، ساحران را جمع کرد تا موسی را شکست بدهد. اونها همه هنری که یاد داشتن، شعبده بازی که یاد داشتن، سحر و جادوگری که یاد داشتن، همه را به نمایش گذاشتن. ولی حضرت موسی دیگر رمز استقامت را داره. موسی ربی الله ثم استقامو گفتگی هست، استقامت داره. گفته استقیم، و استقامت میکنم من. الله دیگر به موسی کمک کرده. الله دیگر تکیهگاه قوی به حضرت موسی. حضرت موسی ترس نداره، چون برایش گفته یا موسی لا تخف، ای موسی نترس. وقتی به سمت فرعون رفتی ایننی معکما اسمع و ارا، ای موسی پروردگار تو با تو و هارون هست و مشنود و میبیند. وقتی حضرت موسی عصا را میاندازد تبدیل به اژدها می شود. همه این شعبده بازی و سحر و ساحران و جادوگریشون همه یک جا میبلعد. ساحران میدانند که این جادوگری نیست، این جادو نیست، این شعبده بازی نیست. این قدرتش مافوق قدرت طبیعت است. همه به یک آواز یک صدا را میزنند. وقتی میبینن عاجز شدن در برابر حضرت موسی، وقتی میدانن موسی به حق است، وقتی میدانن که در کار موسی ترفنده نیست، نیرنگ نیست، موسی قدرت به پشت حضرت موسی است که قدرتش مافوق قدرت جهان است، یک آواز را سر میدهند. قالوا آمنا برب العالمین رب موسی و هارون. این سحره همه صدا میزنن که ما ایمان آوردیم به پروردگار عالمیان، خدای موسی و خدای هارون. فرعون میگه قال آمنتم بهی قبل ان آذن لکم، پیش از این که ما به شما اجازه بدهیم شما ایمان آوردین. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم مجمعين. دست پای شما را میبرم، دست پای شما را قطع میکنم و شما را به قسم نمونه به دار میزنم که همه پند و عبرت باشد به اونهایی که شوق و علاقه ایمان خدای موسی به دلشان پیدا شود. ولی اینها دیگر خدای خود را شناختن، چون ربنا الله ثم استقاموا مهمه. اینا با یک آواز صدا میزنن. سبحان الله. میگه فقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. ای فرعون، هر دستوری که میدی، هر حکمی که تو میکنی بکن، فقط در دایره زندگی دنیا هست. ما ایمان آوردیم به پروردگاری که کل گناهان ما را میبخشه. هر چی که از دست تو می آید بکن. همه را شهید کردن ولی برنگشتن به سمت باطل. استقامت را از بلال باید آموخت. در سخت‌ترین روزهای زندگی، در زیر شکنجه های ابو جهل و ابو جهلیان چی سر میداد؟
احدون احد. خدا یکتا هست. به مادران درس استقامت را باید از سمیه ها آموخت. در سخت‌ترین لحظات زندگی، در زیر شکنجه های ابو جهل، و او احد را سر میداد. از آسیه باید آموخت در زیر شکنجه های فرعون. دعایش همی بود که خدایا رب ابنی لی بیتا فی الجنه، خدایا خانه‌ای در جوار رحمت خود در بهشت برای من بساز. این دنیا بی زرق و برق و هر آنچه که دارد روز فنا می شود. خود چی کار بکنیم استقامت پیدا شود؟ از کجا این استقامت را بیاموزیم؟ علما میگوید یک راه نزدیکتر استقامت نشستن با اولیاء الهی، نشستن با دوستان خدا، نشستن با صالحین است. تو داستان مولانا را خواندی. مولانا تا 40 سالگی شعر نگفت، تا 40 سالگی از عرفان خبر نبود. وقتی با شمس آشنا شد دیگه دروازه های دلش باز شد. وقتی با شمس آشنا شد دیگر درس معرفت آموخت، استقامت را درسش را یاد گرفت. آنجایی که در دیوان شمس یک جا میگه مولانا مرده بودم زنده شدم، مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. از همنشینی شمس استقامت را مولانا یاد میگیره. عزیز من، این دنیا، زرق و برق دنیا، آرایش دنیا، زیبایی های دنیا، متاع دنیا، مادیات دنیا، اینها دلگیرن. مثل یک طفل، یک مثال بزنم. وقتی یک طفل وقتی به صدا می آید و به کلام می آید به پدرش میگه پدر جان من یک توپ میخواهم، به من یک توپ بخر. فقط دیگه چیز طلب نمیکنم، همین یک توپ بخر، چون عشقش امین است، فکرش به همین اندازه کار میکنه. وقتی پدر برش توپ میخره 5 روز بعد باز دلگیر میشه دیگه. توپ خود تا 2 روز و 3 روز و توپ از بغل خود، حتی در وقت خوابم در بغلش است. بعد از روز 4 و 5 و 6 دیگر توپ روی حولی میشه، دیگر باز سر بام است، خبرم نیست که توپ کجاست. باز علاقه میکنه پدر جان یک بایسیکل بخر، باز دیگه من چیزی طلب نمیکنم. باز بایسیکل که میخره هر روز رو صافی بکن. حتی قریب است که در جایش که اونجا خواب میکند بایسیکل در کنارش باشه. عشقش همین است. چند روزی که تیر شد باز دلگیر میشود. فقط و فقط یک محبت تو را دلگیر نمی کند. کدام است؟ الله. عزیز من، خیلی ها بودن گفتن پول پول پول، خدا خیلی پول برشان داده، الان دلگیر شدن، حیران ماندن با این پول چی کار بکنن. پول آمد خوشی رفت، پول آمد آرامش رفت، پول آمد محبت خانواده رفت، پول آمد محبت زن رفت، پول آمد اعتماد رفت، پول آمد فرزند رفت، پول آمد دختر رفت. خیلی ها پول گفتن موتر داشته باشیم، فلانی موتر، جوان میگه فلانی موتر را که نخرم، بعدش که میخره چند روز بعد میبینه که دلگیر شده. چون هر آن شیئی که در این دنیا از دلگیر است. آنچه که پایدار و باقی است محبت الله است. به همین خاطر مولانا وقت هم نشینی شمس را پیدا میکند به همین اشاره میکند، میگه مرده بودم، اونهایی که عاشق دنیا هستن مردن، مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، دیده سیر است مرا. الله اکبر. حالا دیگه سیر شده، حالا چشمش سیر شده، چون اونهایی که دنبال دنیا هستن سیر نمیشه. 1 میلیون میگه 2 میلیون باشه، 3 میلیون میگه 4 میلیون باشه، تمام روز در تلاشن که جمع بکن سیر نمیشه. اونا وقت درس معرفت آموخت، وقتی در کنار شمس نشست، وقتی دریچه دلش باز شد، گفت دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، دیگر من ترس ندارم. اونهایی که عاشق دنیا هستن میترسن، اونهایی که انتحاری بسته میکردن، استشهادی میکردن، اونها جان شیرین نبود. میگه پیشکاری میشه اونا.
نه عزیز من، گولت میزدن پیچکاری نمیشود. به اونها امید پیدا میشه، به اونها گفته میشود که این استشهادی که تو میکنی چند تا کافر را به جهنم میفرستی مستقیما در آغوش رحمت خدا میری. اونها آرزو دارن جوان. مولانا همین رو میگوید دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا. سبحان الله، دیگه من ترس ندارم. زهره شیر است مرا، زهره تابنده شده، دیگه خیلی قوی شده. امروز چقدر ما از فقر میترسیم، چقدر از کساد و از پایین آمدن کار نبودن داخل کشور ترس داریم. مولانا میگه وقت تو با معرفت خدا، با عشق خدا، استقامت را معنای واقعیش را فهمیدی، اون وقت زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. گویا این که شمس برای مولانا میگه که آره که تو مشهور شدی، عالم شدی، دعوتگر شدی، مردم به اطراف تو جمع میشن، باز دلت به دنیا میره. گفت که تو شمس شدی، قبله عالم شدی، قبله این جمع شدی. مولانا میگه شمع نیم، جمع نیم، دود پراکنده شده. نه آل محبت الله آمد، هیچ چیزی نمیتواند جلو مولانا را بگیرد. هیچ چیزی نمیتواند که مولانا را توقف بدهد، مولانا را از محبت الله باز دارد. تابش جان یافت دلم. مولانا میگه تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکاف دلم. یوسف بودم زکنون یوسف زاینده شدم. سبحان الله، بگو یک بار الله اکبر. مولانا میگه یوسف بودم زکنون یوسف زاینده شدم. مثل یوسف خوب بودم، الان دیگر از من یوسف بیرون میشود. کلام من شیرینی و زیبایی یوسف دارد. اشاره به همون حدیث قدسی است. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم از پروردگار خود نقل میکنه، حدیث بخاری است. میگوید وقتی بنده بندگی را زیاد کرد، نفل خوان تا به جای میرسد که دیگر خدا میگوید دستش من میشوم، چشمش من میشوم، پایش من میشوم که با او را میرود. سبحان الله، این از استقامت میشه. استقامت همین رو، استقامت رو از خبیب باید آموخت. حدیث امام بخاری 345 شماره حدیث از کتاب المغازی فکر میکنم میاره حدیث را. پیامبر صلی الله علیه و سلم 10 تا صحابه را جای فرستاد به یک سریه. در مسیر دشمن خبر شدن که اصحاب پیامبر میآید، 100 نفر رفتن به دنبالشان تا اینکه در جای پیدا کردن اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم را. اینا فهمیدن که دشمن نزدیک شده، در جای پناه گرفتن. دشمن از پایین صدا زد که شما بیایید، ما به شما کار نداریم، شما رو نمیکشیم. 7 نفر از اصحاب پیامبر که در بین از اینها یکیش عاصم بود، ابن ثابت انصاری، گفت من به کفار تسلیم نمیشم. مبارزه کرد، شهید شد. 7 نفرشان شهید شدن، 3 نفر پایین شدن که در بین از اینها یکیش خبیب بود. وقتی این 3 نفر را آوردن، گرفتن تارهای کمان خود را باز کردن، بستیش کردن، سخت بسته کردن. یکی از اینها گفت که شما به عهدی که دادین خیانت کردین. به سرشون حمله کرد، این یکی را هم شهید کردن، 2 تا باقی ماند. خبیب را بردن به مکه، فروختن، به خاندان فروختن که خبیب در غزوه بدر یکی از کلان اون خاندان که حارس بود او را به جهنم فرستاده بود. خبیب را فروختن. دختر اون خاندان میگوید این خبیب در خانه ما بود، من اسیر بهتر و زیباتر از خبیب ندیدم. حالات عجیبی داشت. گفت حتی در یکی از روزها دست و پایش زنجیر بود، دیدم در فضای، در زمانی که میوهی در مکه نبود، دیدم که خبیب خوشه انگور به دستش از انگور میخورد. الله برش انگور روان کرده بود.
در مکه گفت ثمر نبود، میوهی نبود، اما خبیب را دیدم خوشه انگور داشت، انگور میخورد. رمزش از کجا بود؟ از استقامت در دین الله. بعدش وقتی که نزدیک میشد بردن خبیب را از سرزمین حرم بیرون کردن که ای را شهید بسازن. خبیب گفت که اجازه بتین 2 رکعت نماز بخوانم. وقت شروع کرد به نماز خواندن، کمی سریعتر نماز را تمام کرد. خبیب به طرف مشرکین مکه نگاه کرد، گفت ای اهل مکه، اگر من ترس این گمانش با من پیدا نمیشد که من گمانی ای را میکنم که با شما نگوین خبیب ترسید، من این نماز خیلی طولانی میکردم، چون نماز ملاقات با کی است؟ الله. دیگر ترس ندارد خبیب. گفت اگر بعد این گمان پیدا نمیشد که شما مرا ترسو نگویید که این نماز طولانی کرده، از مرگ میترسم، من از مرگ نمیترسم، نماز طولانی میکردم، اما به خاطر اینکه شما گمان نکنید من ترسیدم نماز را سریع تمام کردم. همین سنت شد. حالا وقتی کسی را میبرن دار میزنن باز 2 رکعت نماز هم میخوانند. این سنت خبیب است. با صدا زد که پروردگارا سلام مرا بر رسول الله صلی الله علیه و سلم برسان. سلام خبیب را رسول خدا در مدینه میشنود. الله اکبر. بردنش. وقت سردار بردن، ابو سفیان یا کس دیگری نزدیک شد به خبیب. سبحان الله. اینا میگن استقامت، اینا میگن بندگی. به خبیب نزدیک شد، گفت خبیب تو یک بار به زبان بگو با آواز بلند که ما بشنویم، این سخن را بگو ای کاش به این جایی که من قرار دارم محمد قرار می داشت. همین را بگو. خبیب گفت به خدایی که محمد را به رسالت فرستاده، اگر من نمیخواهم یک خار در پای رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم بخلد، چه جایی که من این آرزو را بکنم که پیامبر اینجا باشد، اگر 100 جان داشته باشم 100 جان فدای الله. اینو میگن استقامت، اینو میگن بندگی در سخت‌ترین روزها، در سخت‌ترین لحظات. خیلی ها خدا را در شک پرستش میکنن. و من الناس من یعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. بعضی از بندگان خدا را در کناره و حاشیه و شک و تردید پرستش میکنند. اگر خدایا فلان شد فلان شد فلان شد، خب من دیگه به تو ایمان دارم. اگر این را نشد، اگر به من مصیبت رسید، دیگر حق را من ترک میکنم، بندگی تو را ترک میکنم. چقدرها بودن از خدا خواستن خدایا ولد بده، فرزند بده، وقتی فرزند برشان دادن شد برگشتن از سمت خدا رفتن. خیلی ها دعا کردن پول داشته باشیم، پول نامد، برگشتن و رفتن، یهودی شدن، نصرانی شدن. خیلی هایی که رفتن از این افغانستان دور از بندگان خوب باشد، هستن کسانی که در کشورهای آمریکا و اروپا هنوز هم ایمانشان خیلی قوی و محکم است، ولی خیلی ها رفتن عزت خود را، شرف خود را، ناموس خود را همه را باد هوا کردن. در صفحات تیک تاک رفتن کول لوت شد، گردن لوت شد، سر لوت شد، شکم لوت شد به خاطر چند پول ناچیز دنیا. بعضی از مردم در شک پرستش میکنن خدا را. اگر فین اصابه، اگر رسید اونها را خیر اطمئن به، باز مطمئن میشوند. و این اصابته فتنه، اگر برشان ضرر رسید، مصیبت رسید، ننقلب علی وجه، از سوی خدا و از دین خدا برمیگردن. الله میگه خسر الدنیا و الاخره، هم خسران دنیا هم خسران آخرت دامنشان رو گرفتن. در سوره جن الله میگه و ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا. الله اکبر. و ان لو استقاموا علی الطریقه، اگر انسان ها و جنیات استقامت در طریق کردن، استقامت در دین الله کردن، پایداری در دین الله کردن، الله میگه ما اینها را می نوشانیم ماء غدقا، آب بسیار فراوان. چی معنا؟ زمینشان آبیاری می شود،
آسمان دیگر رحمت میفرستد، زمین هم گل میکند، زمین هم قوی میشود، زمین هم باردار میشود. الله چه میگه؟ لنفتنهم فی. عزیز من این درس یادت نرود، این هشدار یادت نرود. الله میگه اگر بعضی بندگان من نعمت برشان دادم، پول دادم، زیبایی برشان دادم، لنفتنهم فی، به خاطر این است که من اینها را امتحان میکنم. امتحان میکند. چرا وقتی که تو خوب درس خواندی، قبول شدی در صنف، حالا شروع شده دیگه امتحان تو. به این معنی نیست که وقتی درس خواندی خوب قبول شدی دیگه کل تمام باشه، همه چیز تمام شده. نه، وقتی قبول شدی دیگه حالا وقت امتحان فرا رسید. وقتی الله جل مجدود بنده رو به بندگی قبول کرد، با اون ارتباط برقرار کرد، الله آزمایش میکنه. شاید نعمت میدهد، قدرت میدهد، شوکت میدهد. خیلی ها تا دیروز چیزی نداشتن، الان بهترین سمت های حکومت در دستشان است. امتحان میکند خدا. تا دیروز موتورسایکل کونه، الان موتر آخرین سیستم سار میشوند. تا دیروز خانه های گیری، الان قصر دارند. لنفتنهم فیه، الله میگه این آزمایش است. و من یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا صعدا. اگر استقامت کردی ما انقدقا، اگر استقامت را ترک کردی عذابا صعدا. چقدر تقابل خوب. اگر استقامت کردی ما انقدقا، الله میگه آب فراوان، نعمت فراوان میدم. اگر استقامت نکردی عذابا صعدا، عذاب سخت و طاقت فرسا. الله رب العزت و الجلال به ما شما استقامت دین نصیب بگردانه، به ما استقامت دین نصیب بگردانه. یکی استقامت در مشکلات است، یکی استقامت در ترک گناه است. عزیز من، رمضان رفت، باید اگر در داخل رمضان تعهد بسته بودی که فضای مجازی دیگر گناه نمی کنم، فضای مجازی را ترک کرده بودی، الان رمضان رفت، من گفتم خدا هنوز هست. همون امری که به تو کرده، همون فرمانی که به تو کرده که اطاعت بکن بنده ام، همون فرمان هنوزم هست، لغو نشده. دوری از گناه بکن، دوری از گناه فضای مجازی بکن. استقامت در مشکلات، استقامت در ترک گناه. اونایی که استقامت در گناه کردن فرعون بودن، نابود شدن. هم نکبت دنیا و هم نکبت آخرت دامنشان را گرفت. اونایی استقامت در گناه کردن نمرود بود، استقامت در گناه کرد ابو جهل بود، استقامت در گناه کرد ابو لهب بود، نابود شدن، بدبخت شدن. ولی اونایی که استقامت در ترک گناه کردن حسین شدن، علی شدن، عثمان شدن، عمر شدن، ابوبکر شدن، طلحه شدن، زبیر شدن، رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. خدا هم از پیششان راضی شد و اعلان کرد رضی الله عنهم و رضوا عنه. الله از اونها راضی شد، اونها از الله راضی شدن. ولی که استقامت، سه قسم استقامت. استقامت در مشکلات، خدا می آورد، امتحانت می کند. مریض میشه، امتحان خداست. پسر نداری، امتحان خداست. ورشکسته شدی، تمام ثروتی که داشتی نقص کردی، هم از دست رفت، امتحان خداست. یکی استقامت در ترک گناه، تعهدی که به الله سپاریدی، استقامت در ترک گناه بکن. یکی استقامت در طاعت و بندگی الله هست که عزیز من، خواهش من از شما این است که فقط و فقط الله را روز جمعه پرستش نکنید. امروز در نماز صبح یکی از علما میگفت اگر میخوایی که خود را بشناسی الان که منافقی یا مسلمان، ببین که علاقه تو به نماز صبح چگونه است. این چقدر خطرناکه. پس میگه اگر میخوایی که بشناسی خود را که تو منافقی یا مسلمان خوب، ببین که در نماز صبح چگونه هستی. حالا شبها کوتاه میشوند، اونهایی که استقامت دارن شب دراز و کوتاه فرق نمی کند. به خاطری که قلبشان را کی به سمت خود میکشانه؟ باور کو، یک کس را من سراغ دارم، به من میگه که جناب مولانا نه در زمستان نه در تابستان شب خواب ندارم. گفتم چرا؟
گفت به خاطری که میگم وقت تهجد نرود. گفت چندین مرتبه من یک شب از خواب بلند میشم. میگه بلند میشم ساعت 10، ترسیده بلند میشم که وقت تهجد رفته باشه، ببین ساعت 10. باز میخوابم، باز ترسیده بلند میشم ساعت 12، باز ترسیده بلند میشم ساعت 1. میگه یک شب چند مرتبه خواب ندارم. گفتم چرا قدر خدا به تکلیف میپرده؟ گفت به تکلیف نمیشوم، دلم آرام نمیگیره، دلم آرام نمیگیره. چرا وقتی کسی که خدا دلش را به سمت خودش کشانید، مثل اصحاب کهف، نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتیة آمنوا بربهم و زدناهم هدا. اینا استقامت کردن، دقیانوس دنبالشون کرد که اینها را بکشن، استقامت کردن در دین الله. قرآن چی میگه؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ای پیامبر، خبر اصحاب کهف را به شما من خبر میدهم به حق. انهم فتیة، اونها جوانان بودن. ای جوانان عزیز، انهم فتیة آمنوا بربهم، اونها ایمان به پروردگارشان آورد. الله چه میگه؟ و زدناهم هدا، ما زیاد کردیم به هدایتش. اگر استقامت کردی خدا باز نمیگذاره که نماز صبح را ترک کنی. اگر دیدی که نماز خفتن حال دیگه ضعیف شدی، در نماز خفتن شوق نیست، جماعت از پیشت رفته، در نماز صبح علاقه نداری، در قرآن خواندن علاقه نداری، بفهمی که بنده رمضان بودی، نه بنده رحمان. بنده رحمان نبودی، بنده رمضان بودی. اگر هنوز شوقت به سمت مسجد است، شب دراز شده و کوتاه شده، فرق نمی کنه. الله شب رو دراز می کند، الله شب رو کوتاه می کند. پس این هم امتحان است. خود 12 ساعت هم خوابیدی، الان دیگه 6 ساعت شده. روز بخواب 1 ساعت، ولی نماز صبح را به جماعت بخوان. این استقامت است. انشالله به مادران من هم خبر برسانیم که بنده رمضان نباشن، بنده رحمان باشن. در رمضان بعضی ها در چند سال قبل در زمان جمهوریت خواننده ها در کشور داشتیم، در ماه مبارک رمضان با یک چادر کش میکردن زیر گلونشون، بی آجی میشدن. همین که رمضان خلاص میشد، روز اول عید کنسر داشتن، سر لوچ، گریبان لوچ، باز می آمدن که ما خوشحالی میکنیم روز عید است، در حالی که خیلی عیدشان نامیمون بود و نامبارک بود. رمضان آمد تا تو بندگی را یاد بگیری، رمضان آمد تو استقامت را یاد بگیری، تو پرهیز و تقوا را یاد بگیری. اگه بعد از رمضان دیگه تو با همه چیز خداحافظی کردی، بنده نیستی. این دل، این سخنها به کی است؟ به کسایی که اهل چی هست؟ اهل دلن. هر آن دل را که سوز نیست دل نیست، هر آن دل را که سوز نیست دل نیست. دل افسرده غیر از آب و گل نیست. این سخنها به کسانی هستند که اهل دلن. اونایی که اهل گلن فایده نمیکنه، خوابشان گرفته. اونایی که اهل دلن، تراوت و شادابی برشان پیدا شده، زنده تر شدن. به گفته مولانا مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. الله رب العزت و الجلال به تک تک و فرد ما و شما استقامت در دین خودش نصیب بگردانه. انشاءالله دوزانو بشینیم که دعا بگیم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الهی بار اله، ما دستان بندگی، دستانی که خالی هست، دستان بیچارگی به سمت تو دراز کردیم.
الهی پروردگار با قلب مملو از امید بر رحمتت به خانه تو آمده ایم. یا الله رمضان رفت، تراویح رفت، ختم قرآن رفت، دهه رحمت و دهه مغفرت و خلاصی از آتش جهنم رفت. الهی پروردگار ما بنده هستیم و بندگانی هستیم که تعهد دادیم به تو خدایا. الهی ما در مسیر دین تو قدم برداشتیم. یا الله ما استقامت را از تو طلب میکنیم. یا الله ما دوری تو را تحمل کردن نمیتوانیم. یا الله ما را از خود دور نکن. یا الله ما را از دین خود دور مگردان. الهی ما را از سنت نبی خود دور مگردان. الهی محبت خودت را به دل ما بیشتر و بیشتر بگردان. یا الله محبت نبیت را به قلب ما بیشتر و بیشتر بگردان. الهی این بنده هایی که اینجا جمع شدن خیلی به سیاحت و به چکر رفتن، ولی یا الله این آمدن به خانه تو 2 ساعت و 3 ساعت و 4 ساعت انتظار کشیدن. یا الله یا الله دست خالی آمدن، ولی تو را دوست دارن. یا الله دین تو را دوست دارن، سجده ای که به پیش تو میکنن دوست دارن. یا الله آمدن دست خالی برشان نگردان. یا الله دست پر با مغفرت و رحمت از خانه خود بیرونشان بگردان. الهی مشکل دارن برآورده خیر بگردان، درد دارن شفا نصیبشان بگردان، گناه دارن توبه نصوح نصیب کل ما بگردان. کل ما گناه داریم. یا الله یا الله همین عادت ما شده، آمدن به مسجد عادت ما شده. الهی یکی از کسانی که در زیر سایه عرش تو قرار دارد اون کسی هست که قلبش به مسجد بستگی دارد. یا الله ما را در زیر سایه عرش خود قرار بده. الهی این جوانان را زیر سایه عرش خود قرار بده. الهی اینهایی که عشق و علاقه و محبت تو، محبت حبیب تو به قلبشان هست، الهی پروردگارا استقامت در دین، استقامت در طاعت و بندگی، ازگاری و تقوا نصیبشان بگردان. یا الله همسران ما را هدایت، مادران ما را هدایت، دختران ما را هدایت کامل بده. الهی شرم و حیا برایشان بیاموز. الهی پروردگار شرم حیا برایشان بیاموز. الهی اونهایی که فرزند ندارن فرزندان صالح نصیبشان بگردان. اونهایی که فرزند دارن ناصالح از صالحشان بگردان. اونهایی که فقیرن از خزانه های غیب خودت بی نیاز بگردان. اونهایی که مریضن شفای عاجل خودت نصیبشان بگردان. یا الله تو کریم هستی، تو رحیم هستی. الهی پروردگارا ما را از سایه عرش خود محروم مگردان، از سایه عرش خود محروم مگردان. الهی وقت مرگ به سراغ ما می آید، الهی زمان مرگ رو به سراغ ما بیار که دیگه بار گناه ما پروردگارا سبک شده باشه. یا الله زمان مرگ رو به سراغ ما بیاور که ما بندگی و در طاعت و بندگی باشه. الهی پروردگار تلخی جان کندن را آسان بگردان. الهی عذاب قبر را پروردگار از سر مسلمین بردار. الهی پروردگار از قبر تاریک میترسیم، از قبر تاریک میترسیم، از کفر میترسیم، از نفاق میترسیم، از اینکه پروردگار سرکش شویم میترسیم. الهی از سرکشی دست ما را بگیر که نرویم. یا الله خاتمه ما را به خیر بگردان، خاتمه ما را به خیر بگردان. الهی در آخرین رمق زندگی کلمه شهادت را اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله را به زبان ما جاری بگردان. الله تعالی و سلم علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین.